اینجوری توی پاکستان ماشین لباسشویی‌ها داخل کارگاه‌های کوچک تولید میشن. اول ورق‌های فلزی گالوانیزه رو اندازه میزنن و به شکل دایره برش میدن. بعد این ورق‌ها رو داخل دستگاه پرس میذارن تا تبدیل به مخزن اصلی بشه. وقتی فرم اولیه در اومد، کل بدنه رو با مشعل حرارت میدن تا ساختارش محکم و ثابت بشه. داخل مخزن رو کاملا صیقل میدن تا هیچ زبری و لبه تیزی باقی نمونه و بعد نوبت سوراخ‌کاری میرسه. جای خروجی آب، ورودی آب و شفت رو دقیق ایجاد میکنن و دور مخزن رو برش میدن و لبه‌ها رو یکنواخت میکنن تا آماده مونتاژ بشه. حالا میرن سراغ گردی بالای مخزن. اول اون قسمت رو صاف و یک دست میکنن تا لبه تیز نداشته باشه و قطعات روی هم درست بشینن. بعد لبه بالایی رو روی مخزن تنظیم میکنن و وقتی کاملا فیت شد، دور تا دور اتصال رو کامل جوش میدن تا مخزن یکپارچه و مقاوم بشه. بعد میرن سراغ شاسی بیرونی. قطعات رو کنار هم میذارن و پیچ ها رو محکم میکنن. برای اینکه همه چیز درست همتراز باشه، فاصله ها رو با تکه‌های کارتون میزان میکنن و پایه شفت رو تنظیم میکنن تا صاف قرار بگیره. بعد شفت رو روغنکاری میکنن و محکم به کف مخزن میبندن. بعد از اون ورودی آب نصب میشه. کولی روی شفت قرار میگیره و موتور روی پایه سفت میشه. در مرحله آخر هم چرخ‌ها در بالا و پنل کنترل نصب میشن و دستگاه تکمیل میشه.